زفقبیک سیدامینی یکی از روزنامه‌نگاران تاجیک که اولای ماه نوامبر به 7 سال روانه زندان شد از دادگاه شهر دوشنبه خواسته است که حکمش را بازبینی و بیکار کنند. او این عریضه را روز 16 نوامبر سال روان از بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه نوشته است و نسخه آن امروز 24 نوامبر در دست از پلیس رسید. ژورنالیست گفته است از حکم دادگاه نوع اسماعیل سامانی که نسبتش 7 سال زندان را تطبیق کرد راضی نیست و برای این چند اساس نیز آورده است. نامبرده افزوده است تفتیش و محاکمه پروندهش یک طرفه یا ناپوره بود. دادرس دلیل‌های پیشنهاد کرده و نشان داده برخی شاهدان را به نظر نگرفت و نام شاهد نبوده را در حکم نوشت و این چنین صحنه بازداشتش به صحنه‌ای که در حکم سود آمده است مطابق نمی‌کنند و ده‌ها دلیل‌های دیگر که در رفت مرافعه کاساسیونی می‌توانم آنها را تصدیق کنم نوشته است زفقبیک سیدامینی. این روزنامه‌نگار زندانی از دادگاه شهر دوشنبه خواسته است که با نظر داشته موجود بودن دخیلگی‌های زیاد در رفت تفتیش پیشگی و سودی آماده همکاری بودن من با مقامات دولتی از جمله مقامات حفظ حقوق علیه گروه‌های افراطگرا و تروریستی حکم سود نوع اسماعیل سامانی بازبینی و بیکار شود. نامبرده علاوه کرده است که تمام دلیل‌های ایبدار کننده تخمین و نسخه نوشته مفتش بود. یادآور می‌شویم که زفقبیک سیدامینی روز 3 نوامبر سال روان با حکم دادگاه نوع اسماعیل سامانی 7 سال روان زندان نظامش پرزور گردید. او به همکاری با سازمان‌های در تاجیکستان ممنوع حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گناهکار دانسته شد. پیوندان زفقبیک سیدامینی که هنگام ارائه سخن آخرین روزنامه‌نگار به تالار مرافع اجازت ورود پیدا کردند در صحبت بعضی پلیس گفته بودند که زفقبیک سیدامینی هنگام سخنرانی گفته است خود را گناهکار نمی‌شمارد و با هیچ چیز با حرکت ممنوع در تاجیکستان همکاری نداشت. آنها افزودند که زفقبیک سیدامینی از طلب ایبدار کننده دولتی برای 7.5 سال زندان ناروزگی کرد و اعتراض نمود که وجه‌های پیشنهاد نموده او به نظر گرفته نشدند. این روزنامه‌نگار زندانی ماه ایول سال روان از جانب کارمندان مقامات انتظامی شهر وحدت بازداشت و دیرتر برای همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 گمان بر شد. خود او و نزدیکانش همیشه ارتباط یا همکاری با حزب و حرکت‌های ممنوع در تاجیکستان را رد کردند.